نخوردنی ها بخش هشتم، مایعات خوشمزه اما مسموم، چای لیمو، چای دارچین، چای زنجفیل، آبها، آب میوه ها، نوشابه ها و گزیده ای از فرمایشات حضرت آسید باقر حکیم. هرگز آب لیمو ترش تو چاییتون نریزید، این ترکیب کبدتون رو خشک میکنه. هیچ وقت آب سرد تو چاییتون نریزید، چای آب سرد باعث ابتلا به کبد چرب میشه. چای سبز شما رو لاغر نمیکنه، کبدتون رو از کار میندازه. چای دارچین سرعت گردش خون رو بالا میبره. این سرعت برای کسی خوبه که فعالیت‌های سنگین داره، نه برای کسایی که مثل پشت میز نشین‌ها تحرک خاصی ندارن. چای دارچین مثال خودرویه که اگه در جا گاز بخوره به موتورش آسیب میرسونه، اما اگر در حال حرکت گاز بخوره راننده رو به مقصد میرسونه. چای دارچین آب دور مغزتون رو خشک میکنه. چای زنجفیل سمی خوشخوراک و کشنده است. زنجفیل یک گیاه سمیه که حداقل باید 3 مرتبه خیسونده و عصاره کشی بشه تا قابل استفاده بشه. متاسفم برای کسایی که با این چای خودکشی میکنن. آب یخ اولین عامل ابتلا به کبد چرب و در نتیجه کوتاهی عمر آدم هاست، مخصوصاً اگر سر پا خورده بشه. بعد از شیرینی و بستنی آب سرد نخورید تا هم لک و پیس نگیرید هم رودتون انگلی نشه. آب معدنی کارخونه‌ای باعث ناباروری خانم‌ها و پیری زودرس آقایون میشه. مصرف نوشابه فرسایش دندون‌ها، ورم معده، تنبلی روده، خشکی بافت‌ها و نهایتاً پوکی استخوان‌ها رو به دنبال داره، مگر اینکه با آب لیموی تازه ترکیب و بعد استفاده بشه. آب جوش، چای کمرنگ، شربت سرکه شیره انگور، شربت عسل و آب پرتقال طبیعی تنها مایعاتی هستند که میشه همراه غذا استفاده کرد. خوردن آب انار در حد رفع هوس عیبی نداره، اما مصرف بی‌رویه‌اش باعث خشکی روده ها و ضعف بنیه میشه. رب انار مضعفه، یعنی هضمش برای معده به قدری سنگینه که باعث تحلیل قوای بدن و از دست رفتن انرژی ماهیچه‌ای میشه. بنابراین باید با یک کمی گردو ترکیب و بعد مصرف بشه تا آسیبی به بدن مخصوصا روده ها وارد نشه. خوردن آبزرشک در حد رفع آتش تابستونی منعی نداره، اما مصرف بی‌رویه‌اش باعث تحلیل قوای عمومی و ضعف بنیه تا سرحد مرگ میشه، خواه خالص و طبیعی باشه، خواه صنعتی، خواه مخلوط با آب آلبالو باشه یا نخوردنی‌های دیگه. کمترین ضرر نوشیدنی‌های انرژیزا تخریب تدریجی بافت‌های کبد و کلیه است. آب میوه‌های کارخونه‌ای در خوشبینانه ترین حالت حاوی 30% آب میوه واقعی هستند. بقیه‌اش افزودنی‌های مثلا مجاز و نگهدارنده‌های شیمیایی که به تدریج باعث ضعف قوای جسمانی و نهایتاً ایست قلبی میشه. قهوه و نسکافه و کاکائو شاید به ظاهر خستگی بدن رو برطرف کنن، اما باطناً معده رو سرد و کبد رو خشک میکنن. تحلیل آهن خون و فقر کلسیم نمایان ترین عوارضشونه. مصرف بی‌رویه این نخوردنی ها اصلی ترین عامل غلظت خون، از کار افتادن سیستم زنانه، پیری زودرس و ایست قلبی آقایونه. مصرف گرمیجاتی مثل شیره انگور، شیره توت، شیره خرما، کنجد، ارده کنجد و امثال اینها فقط برای کویرنشین ها مجازه. بقیه مردم فقط به شرط تجویز درمانگر، اونم برای تکمیل درمان در دوره نقاهت، مجاز به مصرفشون هستن. مشروب، شراب، الکل یا هر چی که اسمشو بذارین، اولین قطرش به محض ورود به بدن انسان کبد، کلیه و ریه رو مخدوش میکنه، طوری که حتی اگر فرد مصرف کنندش دیگه از این چیزا نخوره بازم 5 سال طول میکشه تا عوارض همون یه قطره برطرف بشه. قبلا تو تلگرام کانال خوشت باشه در فایل حکم نوشیدنی های الکلی در این خصوص توضیح دادیم. ممنون از توجهتون، خوشتون باشه، خدا نگهدار.